آریو بو گفتم اما تا باخچه بیم گیلنگر نه بنا که در کوی باشه شما یحتاج که بده الو گیلا کجا یعنی ما تا باختیم 20 دقیقه میشه نیم ساعته خب بیاد اگه زودی باش که من معطلم خوبه خداحافظ زودی بیای سکوتو هاو اینجا بیا دو ساعت من اینجا معطل شدم 2 ساعت من اینجا معطل شدم چی مستی به تا تلفن نمیشد بگی نه دیگه بیا اینجا بشین آخی چی مستی دیشب گفتی دمی که مسجد بیری شدی گفتی که چیزه با تو صبح زنگ میزنم بیا اگه اینجا بیا به تو زنگ میزنم بیا تا باخچه چی مستی حالا بگفتی زنگ زی میگم دم عیدی شده خب ما و تو هم بی پول و بی پله نه رختی نه کوشی نه هیچی درک نداره اونا که با خاک خرج کرده گیر بگو 1 روپیه هم میبینی نداریم که خرج کنیم ولی خیلی که ما و تو روزه داریم ولی خرج نکنیم غم ندارم رخت کوشی چه کار کنیم به ای میگم مردم همه بره به ایدی برم به گشته و میله برم ما و تو داری پیپول ندار خب پیرام هم که پیار نیه با ما که با ما داری پیپول بده راست میگم من یک فکری کردم قرار کرده خودی تو به در میشیم میریم به تمی محلا تمی کوچه تمی بازارا بفهمیدی به دم همیدی خونه چیز میزی قرار کرده من میرم مرتکر به گپ میگیرم تو برو قرار کرده بالا کن ادکونا ادمی سوپر مارکت ها ادمی فروشگاه هر چی که چو برنجش و روغنش و دگه چیز میزی بگیر ماماد قرار کرده خودی تو شکار میکنی ما و تو هم که شکار چی آخه سایکو کشیر گفته که غم نداری بوس بخر اگه بوس پیدا نشد مرغ بخر خب انال رقیف این دکونه هم دوربین داره دوربین به من سر به گپ بگیرم که میته هنگ کنم مرتکه تو هم بیا میته وردار که او هم بوی نباره دیگه چی بگو ایتا هم میشه که اگه وردارم مثلا دمی که بدید مرتکه میگم مایم بیارم که قیمتی رو بپرسم آفرین بگو ما هم بخرم براری ببرم سرا خوش دیگه 100 تا امور ملامت میکنه بابا 1000 نفر همودم پیدا میکنه که اون ملامت کنه آفرین ملامت کنه خب چرا دیشب نگفتی دیشب نشد دیگه دیشب نشد مردم بیدن بریم خب انال این موضوع شریکیه یا موضوع دلیلیه با من نسبه میدی یا شریکم امیت 50 ما و تو دیگه چی بگو خب بریم نیست خوبه بریم یودی تو بیا سکم لنگم مرچرا نشده پس لنگم سکو نیه هیچی نیه مرچه نیه نه بیا بریم چرا پا جیجیز که بیا بریم سه خواه خیلی به پیار می یک زمین نردی دیگه
صبر فهمیدی؟ یا کجیش تو کار نده یا اسکینه ها؟ شکستم نیه بگه بقید پشت دیوال صفر کسی نیه کسی نیه؟ هیچ کس نیه در جهنم بابا چه خبره؟ چوب باش درختار را درست سید کجا رفتی؟ ای از هر کس بیده دیونه ای عیاده برفته انا به می چردی بر که مرغی نیه نه ها؟ کجی؟ کجی بکنم کجی کجی تو پسه توشن نمیشه سر کن دیدید تیر قامت کجا یارما دوست زبیانیو هستی من نماز خوندم دیرو کد نماز ای بوجی برنج و سکل مچی شد بیلا ما که داره بدر شدم با 5 دقیقه بوجی برنج و سکل گم کردم ماما ماما کندل کجایی؟ أنا مليون شهر شنو؟ خيرياته كلك جون شتنه ماما شكرا شنو؟ يا جورة. جورة سلاماتي خيرياته ماما خو قام زدي خو شي مي خو بقو ماما کندل بقو یه اینجی گپ ما گپ میاره حالا تو بزدو چی کردی و یا گیمونه که او آزان میده دیگه تو چی کردی خو قام زدی که ما بشنیم که پاتو که چی میگی یعنی میفهمی چی میگم ما چی میفهم چی میگی دیگه تو هم یک ساعت تو بارفته چی نمیگی فکر نمیشه مرچیه مرچی نیه نه مرچی با کجاه مرچی بتا زمین زمین بازم کان بخورونی نگو مثل که من مزدور تونو نه خب ماما جان سعی کنین همه بچه شما ماما خیلی نامرده واقعا پیار و مادر نامردی بیده چرا چیکار کرده بچه منت که جیره میگی بله یا چیکار کرده چی نامردی کرده کسی نیه به سر شما ولی گبزی نیه ایش کس بگو گبزی
ماما خود دیگه خب بریم این خیره ماما بگو با من دیشب بدم مسجد گفت گیلک به تو صبح زنگ میزنم تو بیا صبح که امرو باشه به من زنگ زد صبح زنگ زد بفهمیدین با من گفت که بیا تا باغچه بیا من تا باغچه با من گفت که پیار نیم ما گفتم واقعا راست میگی نی پیار تو پیاریه به تو نیم پیار من پیاریه به تو انا خب بالاخره چی سرخور به درد بیارم گفت بیا بریم من دمی دیگه چیز کنیم بیا بریم به شکار خب شکار کن معنی که خودت خبر نده گیله نه او شکار کفترار نمیگم پس ایشته شکار برفتیم با من گفت بیا بریم دم دکونا مردم من چیز میزی میجونیم دم فروشگاه دم مغازه دم دکونا عطر بیا آمدیم امیت می آمدیم بخوی یک بار دیدیم یک سکیل دیگه من دیگه یک ساعت دیگه میام بابا ما کو نوکر دار خونی تو نیم قیق نکه چوب کن دیگه 5 دقیقه حیوان انا بیا آمدیم تر دیدیم اینجا سکیل گذاشته بلو سکیل امی سکیل که فسفسک گیزگیزک گیزگیزک من خیال فسفسک کردم انا بروی ما رشته جگر رسکه دیگیله گب تو دی چیز آسمان سعی میکنی ندیدی اینا صدا شما نمیگم نمیشنم صدا من اصلا به سر ما و شما ماما امرو جنجاله این رازی بر سیکو این رازی بر سیکو بفهمیدین حالا گپا خوبه که خلاصه گپ بزن خوب سکل وردشتیم بوجی برنج هم وردشتیم بیاورد همه گون نسبه حال بیامده به من بوجی برنج میده سکل که 60-70 هزار په قیمت سکل وردشته این مردیه یا نامردی یعنی با چی میکاره کرده خودتو کی با چی کجیره میکاره بکرده خودتو دوزی کرد دوزی کرده من تو خودم خب او بچه نادانی تو که نام خدا جوانی عقل کمال داری گردن و بند باشه دور از حتی تو نام خدا فقط شطور میمونه ماما جان بیا شما نباشه گردن و بند برابر یک مو سر شما من عقل کمال ندارم من اگه عقل کمال دیشتی چری خود بچه شما بیامدی سر کار گرفتی عقل کمال نه تو دیگه چری میکاره کردی انا رمون مردی یا نامردیه ولی با کجاه تا این باخچه شما کرد شما دوزی میکنه شما اهل دوزی هستین که دوزی کردین من نمیفهم به ترابی آمدین دیدیم سکیل خود بر اینجا پرته یک بوجی بر اینجا سکیل هم پرته گواردا اما هر شی من تا کوچه گذشته شما میگم ور دارین بزنیتم تا گوشتو که دیگه میکاره نکنی ها بزنم تا گوشتو میته اگه تو امرو بچه میبودی با تو خودتو گرم بزنم بچه رو که علی کار نمیشه خفه کنم تو رو یک بکس من محروم کنم خدا بچه شما با من گو بیا طباخته بده برو بده سلام بده بده کجا بره تو با موهای مبارک رو بده پیش بیار تو میری با خدا من پست بریم جلک شو ماما جو بریم جلک شو پیارم من اینه همون کجی بر اینجا من شما بده جلک شو بده یلا کن دیواله لا یکی بیا برای پیش بیار تو میگم خدا بیار به پست بده من بوکس من تا سر تو میتونم یک کارو با مرگ که میکنه گیلک میزن تو بیار به پست من با میکنه مرگ که میکنه بیا که بریم میگم وقتی بیار به پست من میکنه ماما جو چه کار وقتی ما تو کار نداره وقتی بیار به پست من میکنه زمانات طور میکنم یه خدا اون نمیفهمه وقتی تو نمیفهمه هم میگم همطور 100 نفر بجر پیش من جمع کردی بعده بیار به پست من میکنه هم میگم به پیار تو پیش پیار تو ارز میکن زهره میکن که تو خرس نگیره ما دور میزنم با میجی گناه دارم بعد شما بر بدل دل بر یخ کنی دل خود یخ کنی او وقتی که من میرم پیش کجیر بچه خم میرم چرخی شما من بیار بزنم وقتی میگم وقتی میگم چه کار بزنم شلمی بد کردم به خدا بد کردم وقتی تو بکش وقتی تو بکشم وقتی شما بیشتر بسید تو بکش بیا وقتی شما بیشتر بسید من میمونم وقتی میگم تو بکش میگم تو بکش آلی
آلی بخیر دیگه بخیر شما بریم وقت دست رو بعد وقت بخیر شما بریم وقت برو سراغ رو شما بستر بریم مجو وقت برو سراغ شما بریم وقت مجو وقت برو دیگه شما بریم وقت برو دیگه همه بر گفتی برو وقت برو برو بده دیگه بده من چند تا وقت برم پیش کجی